چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال بین نورسان 14 ساله لیگ پیساف ادامه دارد. در دور 17 چمپیونات مذکور دسته سوغجک تیم مکتب مهارتش عالی ورزشی جمهوریوی اوید با فوتبال را در میدان خود قبول کرده با حساب 2-0 شکست داد. دو گل بی جواب را در این واخوری منصور جان حاتموف با دروازه مهمانان زد. یادآور می‌شویم که در چمپیونات مذکور 10 دسته از منطقه‌های گوناگون کشور اشتراک نموده برای دریافت جام لیگ پیساف بین 14 ساله‌ها بین هم سبقت دارند. در لیگ پیساف تا 14 ساله‌ها 10 دسته از تمام منطقه‌های کشور اشتراک دارند. همچنین 2 دسته از ولایت سوغد اشتراک کرده ایستادند. این هم باشد دسته سوغد ولایت سوغد و اشت ناحیه اشت. ما باوری داریم که چمپیونات مذکور در سطح بلند دایر برگزار کرده بشود و دسته‌های بهترین صاحب مقام‌های فخری می‌شوند. بعد این غلبه دسته سوغجک با 43 خال در زینه اولی جدول چمپیونات مذکور قرار دارد. دوری آخرین لیگ پیساف بین نورسان 14 ساله سنه 24 سپتامبر برگزار خواهد شد. در این دور دسته سوغجک با تیم مکتب مخصوصی ورزشی ذخیره‌های المپی جمهوریوی وا می‌خورد. اگر این واخوری مساوی یا با پیروزی دسته سوغجک انجام یابد، فوتبال بازان این دسته برنده جام لیگ پیساف خواهند شد.